مهمون ناخونده. این داستان تو یکی از روستاهای اطراف قم اتفاق افتاد و برمیگرده به عصری که بارون شدیدی می اومده و هوا کم کم داشته تاریک می شده. یکی از اهالی این روستا که از زبون خودش این داستان ترسناک رو نقل میکنه میگه شوهرم هنوز نرسیده بود خونه و بارون واقعا شدید بود. تو خونه مشغول کارام بودم که صدای در اومد و من که مطمئن بودم شوهرم رسیده رفتم در رو باز کردم، اما دیدم یه زن و مرد جوان جلوی در موش آب کشیده شدند. به من گفتن ما غریبه ایم و اگر محبت کنی تا بارون بند بیاد بیایم تو خونه شما بمونیم. من که میدونستم اگه شوهرم بفهمه که راه ندادم بیان تو ناراحت میشه. با روی خوش گفتم آره حتما بیایید و کلی تعارف کردم بهشون. زمانی که اومدن برن تو کفشاشون رو در نیاوردن و با همون وضعیت وارد خونه شدن. چیزی که با چشمای خودم دیدم اگه کس دیگه میگفت باور نمیکردم. خونه اصلا کثیف نشد. روستا کلن گلی بود و حتی حیاط خونه هم کثیف بود به خاطر بارون. اینو که دیدم بهشون گفتم شما بشینید الان میام و رفتم در خونه همسایه تا در رو باز کرد. رفتم تو و داستان رو بهش گفتم. چادرش رو سر کرد و گفت بیا بریم و نترس. وقتی از خونهشون اومدیم بیرون دیدیم 2 گوسفند از جلوی خونه ما دارن میرن که همسایه ما گفت ببینی گوسفند کیه؟ این موقع به تو این بارون زده بیرون که من بهش گفتم گوسفند رو ول کن بیا بریم تو تا شک نکردن. رفتیم تو و کل خونه رو گشتیم اما هیچ اثری از اون زن و مرد ندیدیم. من که زبونم بند اومده بود به زور به همسایه گفتم به خدا که اینجا بودن، که پرید وسط حرفم و گفت آره تو درست میگی و من باید میفهمیدم این 2 گوسفند همونا بودن که داشتن میرفتن از توی خونه تو. وقتی شوهرم اومد داستان رو برای او تعریف کردم که گفت خدا را شکر که هیچ اتفاقی برایت نیفتاد، ولی آن روز را هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.